شروع به نام الله که مالک نفسای ما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب دوستای عزیز، امروز ما با بسیار سادگی میفهمیم که چطور میتوانیم در 5 دقیقه 20 فلایر هولسیلر را دریافت کنیم. میریم طرف اسکرین. خوب دوستا، میریم گوگل کروم باز میکنیم و یک نیو تاب باز میکنیم اینجا و در اینجا نشته میکنیم گوگل مپ لید جنریتور. این را باز میکنیم. بعد از باز کردن میبینید در اینجا نشسته لید استال. این را باز میکنیم. بعد از او که باز کردیم این را میگیم اد. بعد از اد کردن میکنیم دانلود. خوب دوستا، میبینید که دانلود شد. بعد از او میریم در کجا؟ در اکستنشن میریم. اینجا را باز میکنیم و اینجا را میبینید که نشسته دیولپر مود. این را آن میکنیم. بعد از آن کردن از این میریم همون فایل که دانلود کردیم میگیریم، کش میکنیم، میگذاریم اینجا و میبینید دوستای عزیز که این را با خوبی ما انستال کردیم. خوب دوستا، بعد از انستال کردن این را بسته میکنیم و یک تاب نو باز میکنیم و نشون میکنیم گوگل مپ. این را باز میکنیم و گوگل مپ باز میکنیم. گوگل مپ و در اینجا نشون میکنیم wholesale shop in USA. اینجا میتونید که هر چیز رو بخواین. اگر دبی میخواین در دبی میتونید که هولسیلر رو پیدا کنین. از چین میخواین، هر کشور که میخواین اینجا نشون میکنین و سرچ میگین. بعد از سرچ دوستان نتیجه رو میبینیم که ما چقدر هولسیلر رو در اینجا دریافت کردیم. خب یک شب باز میکنیم میبینیم که چی هست. خوب دوستای عزیز، میبینید که در اینجا کیس میفروشن، بیگ میفروشن و دیگه میخواین. اگر میخواین که چون در اینجا زیاد دریافت کرده، تقریبا شاید از 20 تن زیاد باشه، ولی اگر شما میخواین که همش جمع آوری کنین در یک جای، شما میتونین که از چیزی که ما انستال کرده بودیم پیشتر جنریت لیدز ای رو کلیک کنین و در اینجا شما میبینین دوستای عزیز که اینها با ما کلکشن میکنن. تمام این پروگرامای چیزی که وبسایت هایی که هستن همش با ما کلکت میکنه در یک جای. منتظر میباشیم تا همش کلکت شود. میبینیم دوستای عزیز که اینجا همشه جمع آوری کرده رئیس، چون ما نمیتونیم در یک وقت از ایمیل آدرس از یا نمبر تلفن از را یادداشت بگیریم. با ما بسیار مشکل میشه، چون ما از خاطر پیشتر که ما انستال کردیم لید جنریتور از همین خاطر انستال کرده بودیم که تمام از اینها را با ما کلکت کنه، که ما ضرورت نداشته باشیم که همشه یکا لیست کنیم و نامش نشته کنیم و نمبر تلفنش نشته کنیم و وبسایتش نشته کنیم. از اون خاطر این بر ما سهولت ساخت که همشه کلکت میکنه در یک جای. و اینجا مگر شما میدونید تمام جاهایی که اینها موقعیت داره، تمام موقعیتش به ما شو میکنه. دیگه صبر میکنیم تا همشه بگیره، جمع کنه. خب شما میبینید که ما 20 تا گفته بودیم، ما تو از 20 تا زیاد هسته، چون ما فعلا این را استاپ میکنیم و ما قدر به ما کفایت میکنه. ویو ریزالت، میریم در ویو ریزالت. خب دوستای عزیز، اینجا که اومدین در اینجا چی میکنین؟ اکسپلور و در اینجا طریق جیمیل تون داخل میشین و انشالله هم چیز نتیجه کار انشالله ما میبینین یک جور. خوب دوستا، بعد از که از طریق جیمیل داخل میشیم بر ما اینی صفحه را باز میکنه که در اینجا بر ما نشان میده که ایمیلش بر ما نشان بده، کاتگوری، آدرس، نمبر، سوشال میدیا، وبسایتش، پوزیتیو ریویو، نگاتیو ریویو، توتال ریتینگش همش نشان میده و در اینجا دو گزینه داده که کدامش شما میخواین که در کدام فرمت بر شما دانلود کنه. پس ما اکسل انتخاب میکنیم که دانلود شوه. چون من یه دانلود دارم، از اینجا میگیرم براتون نشان میدم. وقتی که دانلود شد شما را باز میکنید.
خوب دوستای عزیز، وقتی که باز میشه در اینجا ببینید برامون نشان میده، وبسایتش نشان میده، ایمیلش، فون نمبرش، کاتگوری، آدرس، چیزایی که منتخب کرده بودیم، فیسبوکش است، یوتیوبش است، پوزیتیو نگاتیو ریویوش است، ریتینگش است، همش برامون نشان میده. و از این طریق ما میتونیم که بسیار با آسانی هولسیلرها را بیابیم و امروشون کانتاکت کنیم، از پیشون اپروال بگیریم، درباره مالشون معلومات بگیریم، از پیشون میتونیم که امروشون تماس بگیریم، یا میتونیم از طریق ایمیل شما میتونین و بسیار با آسانی راحت میتونین که از 1 تا 100 دانه وبسایت بیابین که هولسیلر هستن که امروشون با تماس شوین و کار شما اجرا شود. با احترام. امید است که از این درس چیز آموخته باشین و از دعایتان مرا فراموش نکنین. الله نگهدار.